امروز میخوام شما رو به دیدن یه ویدیوی داغ و باحال دعوت کنم. حتما شما هم مثل من کنجکاوین که بدونین کدوم یکی از بازیگرای مورد علاقتون هنوزه نتونسته نیمه گم شده‌ش رو پیدا کنه و در حال حاضر مجرده یا به عبارتی با کسی الان نیست. اگه میخواین جواب این سوال رو پیدا کنین این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندین. عضو لنز بشید و هر ویدیوی ترکی که دلتون خواست رو بهمون بگید براتون بسازیم. شماره 1 هانده ارچل. مدتیه که طرفدارای پروپا قرص هانده ارچل و کرم بورسین سراپا گوش شدن تا بشنون که شایعه رابطه این دوتا کی به واقعیت تبدیل میشه. اما هنوز خبری نشده. این بازیگر دوست داشتنی قبلا چند تا رابطه ناموفق رو تجربه کرده که از هر کدوم به دلیلی جدا شده. اما آخرین رابطه‌اش هم که همین امسال تموم شد، یه رابطه عاشقانه و 3 ساله با موراد دالکلیچ بود. اونا از سال 2017 با هم آشنا شدن و به قدری همو دوست داشتن که همه منتظر خبر ازدواجشون بودن، نه جداییشون. گفته میشه حسادت‌های موراد به کرم، بازیگر نقش مقابل هانده توی سریال تو درم را بزن، باعث این جدایی شده. کی میدونه؟ خدا عالمه. فعلا که هانده مجرد مونده و بعیده به زودی بخواد ازدواج کنه. شماره 2 جان یامان. جان یامان یکی از اون بازیگرای پرطرفداریه که همه چارچشمی زندگی خصوصیش رو زیر نظر دارن و دوست دارن اونو زودتر توی یه رابطه عاشقانه درست و حسابی ببینن. اما چه میشه کرد که جان یامان به گفته خودش آدمیه که به این راحتی عاشق نمیشه و تا با کسی وارد رابطه میشه هنوز شروع نشده اونو تموم میکنه. جدی ترین رابطهش با بستمس و ازدمیر بود که خب به تفاهم نرسیدن و جدا شدن. آخرین رابطه نافرجام اون هم مربوط میشه به رابطه کوتاهش با دمت ازدمیر، هم بازیش توی سریال پرنده سرخیز. البته همیشه بازار شایعه روابط عاشقانه جان یامان داغه. مثل شایعه رابطش با اصل شاه آلکوشلار، دختر بازیگر قدیمی ترک، و رابطش با رابیا یامان، نامزد سابق شکر اوزیلدیز. اما اون چیزی که قطعیه اینه که جان مجرده. شماره 3 دیلان چیچک دنیز. دیلان این بازیگر زیبا و جذاب رابطه‌های ریز و درشت زیادی داشته که احتمالاً جالب‌ترینشون رابطه با پسر شوالسام و فورکان آندیچ بوده. هرچند که با بیرکان سوکولو هم رابطه داشت. اما چیزی که جلب توجه کرد اینه که دیلان دوست داشت که رابطه‌اش رو با فورکان ادامه بده، ولی فورکان سرگرم روابط خودشه و حتی گفته خیلی دوستش دارم ولی دیگه دیره. شاید دلیل مجرد موندن دیلان هم همینه. شماره 4 سرنای ساریکایا. سرنای زیبا که الان مدتیه با کسی در ارتباط نیست، قبلا با بازیگرای معروفی در ارتباط بوده، مثل رابطش با تولگان سایشمان، پامیر پکین، چاغاتای اولسوی و مهمترینش کرم بورسین. و البته رابطه عجیبش با جیم ییلماز که خدا رو شکر این رابطه آخرش زودم تموم شد، چون فکر نکنم یه نفرم از دیدن این دوتا در کنار هم راضی بوده باشه. عاشقانه ترین رابطه اون رابطش با کرم بود که همه بی‌صبرانه منتظر ازدواجشون بودن، اما در کمال تعجب خواستگاری کرم از سرینای به ازدواج که ختم نشد هیچ، متاسفانه دلیل جداییشون هم شد. گویا این دو سر شرط و شروط ازدواج با هم به توافق نرسیدن. سرنای الان با هیچ کس در رابطه نیست. شماره 5 آیبوک پوسات. آیبوک پوسات در حال حاضر مجرده، اما کلاً خیلی اجازه نمیده اخباری از روابطش سر زبونا بیفته و تا شایعی ازش پخش میشه خیلی زود اونو تکذیب میکنه، مثل شایعه رابطش با تولگا ساریتاش در سال 2018.
توی اون بازار داغ شایعه رابطش با طولگا بود که حرفای از شروع رابطش با یک کارگردان جوان 32 ساله به اسم جان یوجن به گوش رسید و بعد از اونم سال 2019 بود که شایعه رابطش با فورکان آندیچ سر زبون افتاد. شماره 6. برج اوزبرگ. برجو که گویا زخم خورده یه خیانته، عشق رو یه حماقت میدونه و ترجیح میده با یه مرد باهوش و موفق باشه تا یه مرد جذاب و خوش‌تیپ. اون در حال حاضر با کسی در ارتباط نیست. برجو قبلا با برگ آتان و آلپرن دویماز رابطه داشته و به تازگی هم با پاسور 37 ساله تیم والیبال فنرباغچه اولاشکیاک یه رابطه رو شروع کرده که هنوز شروع نشده بعد از 4 ماه تموم شد. شماره 7. توبا پویوکوستون. توبا که یه بازیگر پرطرفدار و محبوبه در حال حاضر با کسی در ارتباط نیست. گویا توبا کلاً نمیتونه مدت زیادی رو تنهایی دووم بیاره چون عادت داره هنوز یه رابطه‌اش تموم نشده خیلی زود وارد یه رابطه دیگه میشه. بعد از زندگی با اونور سایلاک و جدایی جنجالیشون هنوز مهر طلاق خوش نشده، بعد از 2 هفته مچ توبا با امود اویرگن توی یه رستوران گرفته شد و حتی خیلی معتقدن دلیل جدایی اونور از توبا هم به خاطر رابطه توبا و امود بوده. البته بعضی‌ها معتقدن به خاطر گیرای زیاد اونور بوده. کسی چه میدونه؟ اما رابطه توبا و امود هم دوام چندانی نداشت و همین امسال عمرش تموم شد. بعد از اون حالا نوبت شایعه جدیدی از توبا بود. توبا و قرارهای پنهونیش با اکین مرت دایماز. اما خب این رابطه از طرف هر دو تکذیب شده و میشه گفت توبا کاملا مجرده. شماره 8. مراد اونالمیش. قبول کنید که یه جوریه اعلام کنیم مراد اونالمیش با این ابهتش در حال حاضر مجرد و با کسی در ارتباط نیست. اون سال 2011 با همبازیش بیرجا آکالاک توی سریال شمیم عشق ازدواج کرد، اما این ازدواج دوامی نداشت و سال 2012 به صورت توافقی از هم جدا شدن. تا الانم خبری از رابطه جدی اون به گوش نرسیده. شماره 9. مروه بولگور. مروه که سال 2017 بعد از طلاق گرفتن از خواننده ترک مراد بالکلیچ مدت زیادی با کسی در ارتباط نبود، امسال بالاخره یه رابطه جدید رو با بوراکدایی شروع کرد. اما این رابطهش دوامی نداشت و خیلی زود به جدایی ختم شد تا دوباره مروه طعم تنهایی رو بچشه. اگه روابط خورده‌ریز مروه رو فاکتور بگیریم، مروه الان مجرده. فوری بزنید رو عضویت ببینیم دمت اوزدمیر رو بقیه چه کار کردن. شماره 10. دمت اوزدمیر. دمت در حال حاضر با کسی در ارتباط نیست، اما همیشه شایعه‌ای از روابطش سر زبوناست. مثل خبر رابطش با اوزان کوچ که عین یه بمب رسانه‌ها رو منفجر کرد. اما دمت این رابطه رو رد کرد و گفت ما فقط با هم دوستای صمیمی هستیم. شایعه رابطش با کرم بورسین، کان ییلدیریم، یوسف چین، فورکان پالالی، اوزهان اوزیاکوب بازیکن فوتبال بشکتاش، سشکین اوزدمیر، جان یامان و تاجر معروفی به اسم یامان تاجر اغلو نشون میده دمت بخت برگشته تر از این حرفاست که توی رابطه شانس بیاره. شماره 11. کرم بورسین. کرم بورسین این پسر با احساس و رمانتیک بعد از شکستی که توی رابطه عاشقانه 4 سالش با سرنای ساریکایا تجربه کرد دیگه کسی رو توی زندگیش راه نداده. اما این روزا طرفداراش خیلی دوست دارن اسم اونو کنار اسم هاندرچل بشنون. توی زندگی کرم قبل از سرنای هم دخترایی بودن. اون سال 2014 2 تا رابطه کوتاه مدت رو با بلاگر معروف یوتیوب دویگو اوز اصلان و یامور تانریسفسین تجربه کرده. شماره 12. آسلی انور.
اصلی که هنوز نتونسته یه رابطه موفق رو تجربه کنه، بعد از چند بار شکست عشقی فعلا با کسی در ارتباط نیست. اون سال 2012 با بیرکان سوکولو ازدواج کرد، اما متاسفانه این ازدواج سال 2015 تموم شد. بعد از اون سال 2016 با مراد باز آشنا شد، در حالی که فکر میکرد این دیگه همون مرد زندگیشه. درسته که بعد از مراد شایعه روابط دیگه از اصلی به گوش رسید، اما هنوزم اصلی مجرده و طرفداراش دوست دارن اونو بازم با مراد ببینن. شماره 13. بیرجو آکالای. بیرجو بعد از تجربه 2 بار ازدواج ناموفق، حالا مدتیه که با کسی در ارتباط نیست. اون با مراد اونالمیش و سرخ لواندوغلو ازدواج کرد و جدا شد. بیرجو با یه بازیگر ترک به اسم جان تونالی آشنا شد که عمر این رابطه هم 3 سال بیشتر نبود. بعد از این رابطه 9 ماهه با فصل سایلان ارتباط داشت که البته اونم به جایی نرسید. اصلا انگار به این دخترش عاشقی نیومده. شماره 14. سفدا ارگینجی. سفدا تا حالا 2 بار عاشق شده. یه بار با مدل معروف ترک ایلماز کنت آشنا شد. اونا خیلی زود عاشق هم شدن و همخونه شدن، اما به همون سرعت هم عشقشون خاموش شد. بعد از اون سال 2019 با همبازی سچکین اوزدمیر تو سریال گذشته عزیز یه رابطه عاشقانه رو شروع کرد که با استقبال طرفدارانشون هم همراه بود، اما هنوز 6 ماه نشده اینم تموم شد. علاوه بر اینا یه مدت هم شایعه‌ای از رابطش با اونورتونا بود که در حد همون حرف باقی موند. شماره 15. هازال تورسان. هازال در حال حاضر با کسی در ارتباط نیست و مجرده. فقط توی زندگی احساسی اون بعضی وقتا شایعه‌هایی میاد و میره، مثل شایعه رابطش با بازیگر ترک چاگری جیتاناگ و همچنین جان نرگس. شماره 16. هانده دوغاندمیر. گفته میشه هانده این بازیگر محبوب در حال حاضر مجرد و با کسی در ارتباط نیست. اون معتقده که عشق آدمو کور میکنه. شاید دلیلش روابط ناموفقش با اوکان یالابیک، انگین اوستورک، مرت فیرات و شکرو اوزیلدیز باشه. شماره 17. جان سودره. جان سودره بعد از تجربه چند تا رابطه نافرجام همچنان مجرده و در حال حاضر با کسی در ارتباط نیست. از جمله روابط اون میشه به رابطش با بازیگر ترک اوکان بایولگن اشاره کرد که گویا با خیانت اوکان این رابطه به جدایی ختم شده. رابطه 6 سالش با کمدین معروف جم ییلماز که بماند، اما بعد از اونم انقدر روابط کوچولو داشت که دید مجرد بمونه بهتره. شماره 18. اوزجان دنیز. اوزجان بعد از 2 تا ازدواج ناموفق و بیشترین حجم رابطه عاشقانه نافرجام، حالا دوباره داره دوران مجردی رو تجربه میکنه. این آخرا انقدر با فیزا آکتان که مادر پسرش هم هست درگیری داشت که بعیده به این زودیا کسی از ترس حاضر بشه با اون زندگی کنه. به جمع مجردا خوش اومدی اوزجان. شماره 19. انگین آکیورک. انگین این بازیگر با استعداد و پرطرفدار تا حالا ازدواج نکرد و در حال حاضرم با وجود شایعه‌ای از رابطش با همبازیش تولین یاسکان توی سریال دختر سفیر همچنان مجرده و هیچ کدوم این رابطه رو تایید نکردند. شماره 20. فورکان آندیچ. فورکان این بازیگر خوشتیپ مدتی که با کسی در ارتباط نیست و مجرده، اما در گذشته روابط ناموفقی رو داشته. اولین رابطه فورکان برمیگرده به سال 2015 با همبازیش توی سریال عروسای فراری یعنی دنیس بایسال. بعد از اون سال 2017 فورکان و بازیگر زیبای ترک دیلان چیچک دنیز عاشق هم شدن، اما خیلی ناگهانی از هم جدا شدن. رابطه آخر اون سال 2018 با اوزگ اوزوچار بود. سال 2019 مدتی شایعه رابطش با آیبوک پوساد دهن به دهن میچرخید، اما این رابطه هیچ وقت علنی نشد و در حد شایعه باقی موند.
شماره 21 طلعت بلوط. از قدیم گفتن تا سه نشه بازی نشه. اینم جریان زندگی مشترک طلعت بلوطه. طلعت بعد از 3 بار ازدواج و طلاق در طول 22 سال زندگی با پینا رفشار در حال حاضر مجرده. به نظرتون ممکنه طلعت برای بار 4م باز با پینا رفشار ازدواج کنه؟ شماره 22 اکین مرتدایماز. اکین بعد از یه رابطه نسبتاً طولانی و عاشقانه از سال 2015 تا 2017 با بازیگر محبوب و دوست داشتنی هانتر چل دیگه نتونست رابطه پایداری داشته باشه. اون سال 2017 با سیمای بالاس و سال 2018 تا 2019 با الی ساکوش اغلو رابطه داشت. سال 2019 با ملیسا دونگل آشنا شد، اما اونم خیلی زود به خاطره ها پیوست. حالا مدتیه که شایعه‌هایی از رابطش با توبا بویکوستون به گوش میرسه، اما فعلا مشخص نیست این خبر راسته یا دروغ. خب از دیدن این ویدیوی باحال لذت بردین؟ دوست دارین کدوم یکی از این بازیگرای پرطرفدار زودتر یه رابطه عاشقانه رو شروع کنه و از لیست این بازیگرای مجرد خارج شه؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و کانال لنز رو هم حتما دنبال کنید.